سلام به اولین اپیزود پادکست تلیتکس. خوش اومدید. تو این ویدیو میخوام هم خودم رو معرفی کنم و راجع پادکستی که قرار استارتش رو بزنم صحبت میکنم و راجع موضوعاتی که قراره تو این پادکست صحبت بشم صحبت میکنیم. پس بدون معطلی بریم سراغ مقدمه این پادکست. خب، اسم من علیه و من متولد 1379 هستم یا همون سال 2000. من یه آدمی هستم که خیلی علاقه دارم به تکنولوژی و کلا محتوایی که مربوط به تکنولوژی هستش، از گوشی‌ها بگیر، از گجت‌ها، هوش مصنوعی که تازه اضافه شده و کلی اینترنت و کامپیوتر و هر چیزی که به تکنولوژی ربط داشته باشه من علاقه دارم. یعنی علاقه من از 7 سالگی شروع شد. ولی خب بریم که ببینیم داستان این تلیتکس چیه و چرا اسم این پادکست قراره تلیتکس باشه. تلیتکس یه زمانی یه سری از شبکه‌های تلویزیون یه دکمه‌ای داشتن روی تلویزیون‌ها، یعنی کنترلر تلویزیون، که وقتی شما اون دکمه تلیتکس رو میزدید یه صفحه واز میشد، مثل یه سری از مثلا یه سری وبلاگ‌های خبری بودن توی یه سری شبکه‌های 3 یا شبکه‌های 5، شبکه 2 بود فکر کنم. این چند تا شبکه تلیتکس داشتن و توش میتونستی مطلب بخونی، خبر بخونیم و یه زمانی یه مدتی مثل اینترنت بود دیگه. یعنی هر کی تلویزیونش تلیتکس داشت یعنی دیگه به روز بود دیگه. هر کی که مثلا اون زمان تلویزیونایی که تازه اومده بودن تلیتکس نداشتن، ولی خب یه سریا جدیداش داشتن و این تلیتکس رو که باز می‌کردی پر از مطلب بود و تقریبا نزدیک 999 تا صفحه بود که شما با زدن 3 تا کد 3 رقمی مثلا میرفتید لیست اون فهرستا رو پیدا می‌کردید. مثلا صفحه 3 از 100 شروع می‌شد که صفحه اول بود و همینجوری مثلا فهرست مثلا مطالب رو لیست کرده. مثلا صفحه 300 رو میزدی مثلا راجع به تکنولوژی بود و علاقه من تکنولوژی از اونجا شروع شد و کلا از فکر کنم همون سن 6 7 سالگی من درگیر اینجور چیزا شدم و اولین باری که کامپیوتر دیدم همون سن 5 6 سالگی بود که مال دایم بود و خیلی یهو مثلا علاقه پیدا کردم به همچین دستگاه کامپیوتر. مثلا اون موقع زمان ویندوز 2000 بود و خیلی جالب بود. ولی میگم کلا علاقه من از اونجا شروع شد. بعد رسیدیم به تلیتکس که یه سری مطالب مربوط به فناوری بود توی صفحه‌های، حالا مثلا اون صفحه‌های اون زمان من میرفتم مطلبا رو میخوندم و کلا علاقه داشتم. یعنی با ذوق و شوق مثلا چه دستگاه‌های معرفی شدن، چه گجت‌های معرفی شدن، مثلا ویندوز فلان تو چه سالی عرضه شد، ویندوز 7 اومده بود و کل این علاقه‌مندی‌ها از اون موقع شروع شد و به خاطر همین اسم این پادکست رو میذارم تلیتکس، چون هم نوستالژیه و هم علاقه من به تکنولوژی از اینجا شروع شد و کلا محتوای این پادکست رو میخوایم اختصاص بدیم به محتوای تکنولوژی و هر هفته یک اپیزود ضبط میکنم و راجع به یه بحثی صحبت میکنیم و خوشحال میشم اگه طرفدار محتوای تکنولوژی هستی و دنبال اینجور مطالب هستی حتما پادکست ما رو دنبال کن. من فعلا این پادکست رو میخوام تنهایی شروع کنم ولی شاید بعدها چند نفره بشه. بعدها حالا کسایی که دوست داشتن میتونن به من ملحق بشن و پادکست 2 نفره رو استارتش رو بزنیم. ولی فعلا میگم از تک نفره شروع میکنم و یه سری حالا هر هفته یه بحثی را میندازیم و راجع به اون بحث مربوط به تکنولوژی یه گپ ساده میزنیم. سعی میکنم اپیزودام زیاد طولانی نشه واسه شروع و چیزایی که مربوط به اون مطلب هست رو راجبش صحبت بکنیم. آره، خلاصه من علاقه من از تکنولوژی از همون تلیتکس شروع شد، از همون کامپیوتر ویندوز 2000. بعدش XP اومد و کلا من علاقه داشتم به کامپیوتر و اولین کامپیوترم فکر کنم توی همون سن 7 سالگی من گرفتم. یادم با فکر کنم نزدیک 500 600 هزار تومان یه دونه کیس جمع کردم، کلا یه سیستم کامپیوتر، یعنی با کیبورد و مانیتور و موس و اینا و روشم ویندوز XP SP2 یا نمیدونم فکر کنم سرویس پک بود. مثلا آپدیت ویندوز ها رو اون موقع سرویس پک می‌زدن، مثلا میگفتن سرویس پک 1 سرویس پک 2 3 و SP2 داشتم. اولین ویندوزی که شروع کردم به بازی کردن.
قبل از این بازی کردن من خودم کلی کنسول قدیمی داشتم و از سگا مگا درایو بگیر، سونی 1، پلی استیشن 1 و اینجور کنسولایی داشتم، کنسول پی اس پی. و علاقه من به گیم و تکنولوژی از همون کوچیکی شروع شد و خیلی سخت دنبال این علاقه رفتم و الان که تو این سن هستم دوست دارم که خیلی وقت بود که دوست داشتم یه پادکستی راجع به تکنولوژی استارتشو بزنم و داشته باشم این پادکست رو. و خیلی هم کم میبینم توی مثلا یوتیوب که پادکست راجع به محتوای تکنولوژی بسازم و این قضیه باعث شد که من بلندشم بیام استارت این پادکست رو بزنم و یه پادکستی در مورد تکنولوژی داشته باشیم و دوست دارم کسایی که علاقه‌مند هستن به محتوای تکنولوژی حتما بیان این پادکست رو ببینم و دنبال کنم و با هم دیگه اشتراک نظر داشته باشیم و نظرامون رو با هم دیگه شیر کنیم و گپ و گفت کنیم دیگه. خلاصه یه جورایی قسمت اولو زیاد طولانیش نمی‌کنم و فقط خواستم خودم یه معرفی کرده باشم و راجع به پادکست و اسم پادکست و محتوایی که قراره توی این کانال پخش بشه صحبت کوتاهی کرده باشم و از هفته‌های بعد موضوعاتی، حالا یه سری موضوع خودم آماده دارم واسه شروع و خوشحال میشم اگر اولین اپیزود رو دارید می‌بینید اگه پیشنهادی دارید راجع به یه بحثی صحبت کنیم خوشحال میشم که توی کامنت ها بهم بگید که راجع به چی صحبت کنیم و این کمک میکنه که این پروسه ادامه دار بشه. من قبلا خودم یه کانال تکنولوژی داشتم، تقریبا همین یه هفته پیش بود و به یه سری مشکلات خورد و کانال من پاک شد. مشکلش هم نه مشکل کپی رایت بود نه مشکل امنیتی بود و کلا یه روز از خواب بیدار میشی میبینی کانالت نیست. منم اینجوری شدم. برای خیلی از یوتیوبرها اتفاق میفته. تقریبا من اون کانال رو 1200 ساب اینا داشتم، یک سال و نیم 2 سال روی اون کانال داشتم کار میکردم محتوای تکنولوژی و دیدم که کانالم نیست و دوباره از صفر شروع کردم. اسم کانال منم هست پرنتک تیوی، عکسشو براتون تو تصویر میذارم و لینکش هم توی دیسکریپشن میذارم و اینجوری شد که من کانالم رو از دست دادم و دوباره حالا دارم شروع میکنم. ولی گفتم در کنار این کانال دوست داشتم یه پادکست هم داشته باشم و خیلی وقت بود که اسمش رو انتخاب کرده بودم و دوست داشتم استارت این پروژه رو بزنم. الان خیلی خوشحالم، ولی یه ذره استرس داشتم، صدام خیلی میلرزید توی اپیزود اول ولی سوتیال زیاد داشتم، ولی امیدوارم که خوشتون بیاد و اپیزود این پادکست رو یا همون قسمت های پادکست رو کلا من هفته یه دونه میذارم و اونم روز جمعه هستش و الان که دارید این ویدیو رو میبینید وسط هفته داره ضبط میشه ولی جمعه پابلیش میشه این ویدیو و هر هفته جمعه ساعت 12 ظهر این پادکست اپیزودهای جدیدش میاد. ممنون که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردید. اگه خوشتون میاد از پادکست من حتما کانال رو دنبال کنید، سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایکش کنید که بیشتر دیده بشه، ایمپرشن بگیره و بتونیم واسه قسمت‌های بعدی خیلی پرقدرت‌تر بیایم تو صحنه. پس فعلا میبینمتون. بدرود.